به نام خدا، بشیر احمد بهرمان هستم، یک تن از استادان ژورنالیسم پانتون هرات. 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات هست که در اکثر کشورها این روز تجلیل میشه و خود آزادی مطبوعات اگر خواسته باشیم یک تعریفی از او داشته باشیم برمیگرده به آزادی عملی که اصحاب رسانه و کسایی که خبرنگارایی که کار میکنن، روزنامه‌نگارایی که در عرصه رسانه ها کار میکنن، این آزادی عمل دارن و در اکثر کشورها که نظام از اونا مبتنی بر نظام دموکراسی هست و آزادی مطبوعات یک بخش یا یک مشخصه مهم در این نظام شمرده میشه. و در بعضی از کشورها که نظام آزادیگرای رسانه‌ای اونا استفاده کردن و کاربرد داره در اون کشور، آزادی عمل رسانه ها و آزادی عمل روزنامه‌نگاران میشه به عنوان بخشی از آزادی بیان باشه و خود بحث سانسور که میشه گاهی وقت همیشه در مقابل آزادی بیان استفاده میشه، در بعضی از کشورها وجود داره که نمیشه همیشه گفت که خود سانسور این نقض آزادی بیان هست، به خاطر ای که ارزش ها باید همیشه در نظر گرفته بشه. در هر کشور ارزش های مشخصی وجود داره یا ارزش های خاصی وجود داره که میتونه این ارزش ها از یک جامعه نسبت به یک جامعه دیگه متفاوت باشه. بنابراین خوب هست که همیشه آزادی بیان وقتی در یک جامعه تعریف میکنیم ما ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های مذهبی او جامعه را در نظر بگیریم و خود آزادی بیان به امید ای هستیم که در جامعه افغانی که امروز واقعا رسانه ها به شکل نظام آزادیگرای از او در کشور وجود داره، ما آزادی بیان را داشته باشیم و بیشتر و بیشتر دیگه ما به او سمت آزادی عمل رسانه ها و استقلال عمل و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران روز به روز گام برداریم. زنده باشیم.